تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. نه، اول از من گمانبر می شدن همه در ده می داند که من و او به همدیگر دندان داریم. تا بنی سیاه کنده رسید و پی برد که آن چوکیده های بالا را آب شسته هموار کرده است. اکنون پامانک های موافق دیگر نبودند، ولیکن دمدار فکری پس گشتن نداشت. دست و پایش را به دو تنی آب کنده تیرک نموده بالا می شد تا به جای رسید که خرم سرازیر شده بود. بناگاه به دمدار چنین نمود که بالای جر خرم ایستاده است و به او می نگرد. این را وی حس می کرد، اما اثر برداشته نگریستن می ترسید. رفت و در حقیقت آنجا ایستاده باشد. یک لحظه احتیاطکاری را فراموش نموده پا به لبی آب کنده نهاد. جای پا مانده‌اش لمید، از جر کنده شد. فریادی جانخراش به اطراف پهن گشت و به آن نوله ترسامیزی سگ همراه شد و آن زوزه سگی دمدار بود که با خط پای او از ده آمده بود. آن روز هوا سرد بود، خیلی سرد. خالی دیوزو. از روزگار خالی دیوروز تنها خاطرات و یادداشت باقی مانده است. طبیعی است که یکی با آن چیزی زم کرده است، دیگری کم. خواننده حکایت مرا واهمه و مبالغه خالدار چیل دروغ نپندارد. هرچی قابل قبول است برادر، هرچی نامقبول بگذارد. پهلوان سرمده، خالی دیوزور، چون شیر میدان، غول کوهستان، پلنگ سرمددره، خرسی بیشه لقبها داشت. وی با اسکن ناخن پایش را می گرفت، با داس ریش می تراشید، با سیخمال تخت پشتش را می خارید، با شاخه سرشانه می کرد، با جوالدوز آبیله های دستش را می کفاند. یک کرسان چنگالی خوراک یک نهارش بود. خالی دیوزور در تمام سرمددره هم پنجه نداشت. همین داوطلبان را شانه به زمین گذاشت. داوطلب دیگری پیدا نشد و پیدا شدنش نیز امید نبود، زیرا آخرین گوشته وی با پهلوان ده همسایه ببرک لولی وی را برای موی جینگله و پوستی سبزینش چنین می گفتند. ثابت کرد که چنین پهلوانان به مثل خالی دیوزور در 100 سال یک بار به دنیا می آیند. این گوشتی که تفصیلاتش بعد با مبالغه و علاوه ها در سرتاسری در پهنگشت چنین صورت گرفت. ببرک لولی چپاندازی به همتای سرمددره بود. به هر حال 40 فرسخ بالا و 40 فرسخ پایان کسی چون چابک سوار را یاد نداشت و هم ردیف او هیچ یک چپاندازی مشهور را نمی گذاشت. اگر در جای سوره یا مراسمی می شد و ببرک از سوار می رفت، مرد و زن برای تماشایش کمین می گرفتند. جمال وی دختران را دیوانه، زنها را از شوهر دلمانده می کرد. زیرا یک نگاه کفایه بود که زن بفهمد شوهرش در خیاس این شهسوار خرسوار گلالود است. ببرک لولی وقتی کوبکاری اسب را در زیر پا و بز را در سر دست بازی می دارند. وی بیهوده به میدان نمی در آمد، تنها برای مکافات‌های بهترین اسب را تازیانه می زد. وقتی که وی میدان می برآمد، مردم قبلا می دانستند که مسلوخ را محض ببرک پیلجا می برد و کسی قدرتی به این مانع شدن ندارد. همون روزی که گوشتی واقع شد، در ده همسایه سور بود. آن روز گویا برابر با چابک سواران سرمده رو گردانده بود.
صورت حال را چنین دیده ببرک لولی شاید برای دلخوشی حاضران باشد به خال دیوزور که در تپه کج پهلو زده سرگرم تماشا بود نزدیک شده با آوازی بلند گفت: اکای خال، این چپاندازهای تو به خرتازی هم کار نمی آیند. میگویم وقتی که خنده مردم بسنده شد، خال دیوزور نیمخیز گشته گفت: راست میگویی، اینها فقط به دیوزوری کار می آیند. یعنی چی؟ مقصدی او رو نفهمیده پرسید ببرک. یعنی که از جای خیست خال و کتفش را از زیر شکمی اسبی ببرک در آورده، اسب و سوار را آزاد برداشته، یک در زنانده باز به زمین گذاشت. یعنی که به چنین کار گفت و باز در یانه کج پهلو زد. ببرک لولی که یک مرد سبزی نبود، سبزی را به سرخی باخته بود، اسب را تازیانه زد و از اسب ریز برآمده رفت. آن روز تا شام مردم این واقعه را یاد می کردند و می خندیدند، مگر که 2-3 نفر دورندش سر می جنبانیدند و می گفتند که ببرک این تحقیر را نمی بخشد، قصاص می. شامگاه همه مهمان و صاحب دهگان در حوله سرگر جمع آمدند. در میدان نزد حوله کندالاف کردند، روی آن کنجاره ریختند. بعد صاحبان سور جوانمردان را به گشتی دعوت کردند. برای شرک نمودن مهمانان 2 تن از خویشان سورگر به میدان برآمدند. غالب از مهمان هماویز خواست، یکی رفت و او را زیر افکند، دیگری به میدان برآمد و بناگاه ببرک لولی در میدان پیدا شد. تا به این روز کسی یاد نداشت که وی گوشتی گرفته باشد. می گفتند که وی گوشتی را مشغولیتی بچگان می دانسته است. حالا ببرک در میدان چون شاهین با وقار ایستاده بود و در چشمانش آتشک می درخشید. کسی به میدان نمی رفت، کسی گوشتی ببرک را ندیده است، اما همه زوری او را می دانند. خال دیوزور که چون عادت کج پهلو زده می نشست نیمخیز شد و یک بربک بعد برگشته به همدهگان خود نگریست. همدهگانش نگاه از وی گریزاندند. معلوم بود که خواهشی با لولی سرپنجه زدن ندارند. آنگاه خال از جای خیست. از جای خیستن او خود یک معجزه بود. گویا چناری خوابیده راست می شد یا یک لختی که دامن از زمین جدا. ببرک لولی می دانست که با زوری به خال غالب نمی آید. وی تنها به چندیری تنش چلاکی هنرش امید داشت. از این رو وی پای می جست و در هر پنجه زنی چون ماهی از چنگی خال عقاب رها می یافت. رقیب را در غفلت ماندن و به او تاختن می خواست. بعد ببرک لولی پیتی مناسبه یافت که آرزویش را هم نمی کرد. در عین گیرودار خال دیوزور در جای خود ایستاد، یک پای خود را قطع کنان برداشت. کسی به چیز صرفم نرفت. پس از لحظه ها فهمیدند که به پای او خار خلیده است و وی آن را کشیده گرفته نیست. اما ببرک وضعی بهتری را از این آرزو نداشت. وی از زیر منه خال دستانش را انبور انداخته او را با پس افکندن می‌خواست. اما خال یک پایه چون چنار گویا از زمین رویده بود که نمی جنبید. وی بی پروا با یک دست انبوری دستی ببرک را داشته، با دست دیگر خار را از پایش کنده، بعد قفسین گلویش را کشاده حریفش را آهسته برداشته به زمین زد. غریبه که آن وقت از مردم خیست می گفتند که آن را حتی در سرمده شنیدند. به غریبی عادی مانند نبود که غریبی حیرت و تهنیت به قوه مرد بود که آن را تنها در افسانه ها شنیده و به حیاتی بودنش باور نمی کردی. از میدان غیب زدنی ببرک لولی را کسی پی نبود و آن وقت به غیب زدن او کسی را کار نبود. بعد در 2 ده آواز افتاد که وی این که پاره به من حرام گویان گوجای سری خود و اسب خود را گرفته رفته است. خال دیوزور پس از گوشتی با ببرک لولی خاصه پس از شنیدنی غیبت او پیش خود اقرار میکرد که بابک را به این درجه رنجانیدنی نبود. کمی باد اسم او را پست کردنی شد. انا همین طور مردی بود خال دیوزور
کار را میکرد و بعد افسوس میخورد، سخت افسوس میخورد. چونون افسوس میخورد که تبر را گرفته بورسی غفصترین دره کتکستان را بریدنی میرفت. وی در دره کتکستان به تن بورس تبر میزد و گوپی ضربه تبرش تا بده میرسید و مردم ده میدانستند که 2-3 ساعت پس خال 10-15 خر هیزم سرچین میکند و نیازمندان هیزم مرکب ها را آماده کرده عازم کتکستان می شدند. از روزگار خال دیوزور تنها خاطرات و یادداشت باقی مانده است. طبیعی است که یکی به آن چیز زم کرده است، دیگری کم. خواننده حکایت ما را واهمه و مبالغه خالدار چیلدرو نمی پندارد. هر چی قابل قبول است بردارد، هر چی نامقبول بگذارد. وی به اسب نمی نشست، کمری اسب خم می شد. وی به خر نمی نشست، خر را 2 پای دیگر زم می شد. از این رو پیاده می گشت، اما سوارها از سلوتش پیاده می گشتند، پیاده ها از هیبتش خاده می گشتند. سنش به 30 رسیده بود و فکری زن نمی کرد. با تشویقات مردم برای جفت خواهی گردن خم نمی کرد. به قول سری تنهای خود را به پناه دریا سر داده بود. اما بعد واقعه رخ داد و در ده کسی نمی دانست چی واقعه. خال هر روز تبر گرفته به دره کتکستان می رفتگی شد. در ده شخصی به هیزم نماند. بعضی ها حتی برای 2-3 سال ذخیره کردند، لیکن این خال دیوزور همانا بورس می برید و غرم می کرد. مردم را وهم گرفت. جنگل را نابود می کند می گفتن آنها. قیر می کند 1 تا نمانده بورس ها را. نداد در دادن آنها. های چشم رسید مگر؟ می پرسیدن پیرزن ها. خال دیگر بده هم نمی فرامد. سر مردم را بانگی خروس نه بلکه گوپ گوپی تبری خال از خواب بیدار می کرد. کمپیرکانی ده 1000 اسپند و خسی چاره ها دود می دادند. ملای چشم بند بخاری زاده که از قوت دم و صفش پوستک های کفشان قائم گشته به هم در می افتادند بودند. شخصانی که این معجزه را دیدند به آب کوزه دم انداخته فرستاد تا خال بنوشد و آرامش بگیرد. اما دودی اسپند و آب مرزکاه به خال دیوزور کارگر نمی شد. وی همی گفت و به تنی بورس تبر می زد. قیر می کند بدبخت جنگل را. خطابیدن مردم و بپا خیستند. وکالت از چند مردی با آبرو سرجم ساختند و به نزد خال فرستادند. خال به پند و فندی وکیلها گردن ننهاد. آنها را با چنین سخنها اگر نبرم دلم می کفد، اگر نبرم می میرم جواب داد. خال دیوزور عاشق شده است. این فکر در سر کی و کی پیدا شد کسی نمی دانست و این مهم نبود. وقتی که از این گپ در ده خبر یافتند همه آهی سبوک کشیدند. پیش از وقت کشیدند، زیرا دلبرده او را کسی نمی دانست. زیرا همه دوشیزه های ده را یک یک نام بردند و خال به این کار سر جنبانید. ترسان و لرزان 2-3 بیوی خوشچهره را نیز نام گرفتند. باز همان احوال. بالاخره به نام بردن دختران قدرس ده همسایه پرداختند. وقتی که خواهر ببرک لولی را نام گرفتند، پهلوان سرمده شیر میدان غول کوهستان، پلنگ سرمدره خرسی بیشه یعنی خال دیوزور سرخم کرد. های بنامت مرم فلک. باز یک وکالت دیگر تشکیل کردند. بده همسایه رفتند و اولین کسی که دیدند ببرک لولی غیب زده بود. وی 2-3 روز پیش بده برگشته بود. خواستگارها گمان کردند که ببرک آنها را از آستانه درون نمی ماند. اما وی بهر حرمت آنها دستی ادب به سینه پیش آمد و در ضیافت نیز تقصیر نکرد. میان روا نمی دانستند سخن را چون آغازند. به هم دیگر می نگریستند و با ببرک. نهایت یکی از آنها جرأت نمود و چون این گفت: یادبودی رفتگان نیکی ایشان است. ببرک جان،
چه داروهایی که خوردند و رفتند از آنها نه نام موند نه نشان. چه دهن کلانهایی که دیدیم غیر از دهان گور یادگار نگذاشتند. خلق یاد میکند بهرام را که پول ساخت روی کفگرود یاد میکند شادمان را که آبجوا ساخت برای دوده. خلق یاد میکند یزدان را که سالی قحطی به مردم نان داد و نمک. ده ما ببرک جان افتخار از خال دارد، ده شما از تو. القصه خش شدنی تو و او خش شدنی دو ده است. ببرک لولی مدت مویلبش را مالیده خاموش بود. بعد سر از گریبان اندیشه برداشت و گفت من راضیم به شرط خودی خال به نزدم آید. بین خال و ببرک چی گفت و گذاری شد کسی نمیدانست. خودی خال در این بابت حرف نمی کشاد، به سؤال مردم جواب نمی داد. و از نزد ببرک برگشت و باز جنگل را آرام نگذاشت. دو چندانی پیشین به درخت کوبی پرداخت. قر می کند بدبخت جنگل را. باز گبگوبی تبری او بامدادان مردم را چون خروسبانگ از خواب بیدار می کرد. اگر نبرم دلم می کفد، اگر نبرم می میرم. در سرمده سور برپا شد. باز کنده علاف کردند. صاحب دهگان به میدان برآمده از مهمانان حریف خواستند. باز وقتی تفسی گوشتی ببرک لولی در میدان شد. جویای هماویز بود. باز کسی به میدان نرفت. باز وی آواز داد که کجایند خال دیوزورهای تو. باز خال دیوزور که چون عادت کج پهلو زده می نشست نیم خیز شده به همدهگان خود نگریست. باز همدهگانش نگاه از وی گریزاندند. آنگاه خال از جای خسته به میدان برآمد. حاضران چونین چابوکی را از لولی و چونین به حوصلگی را از خال چشمدار نبودند. خال دو بار لولی را به چنگ آورد. دو بار هم لولی آسان از چنگ او رها شد. دو بار لولی چونان خال را در غفلت گرفت که کدام از بینندگان را دهشت. خال بیدار شد. بلند شدن این فریاد همان بود و پیت یافتن دست از زیر منه خال در آوردن او را به زمین افکندنی ببرک همان. حاضران لحظه گرنگ ماندند. فریب داد زد کسی حلال حلال شادمانی میکردن همدهگان ببرک لولی. پس از یک هفته این گوشتی خال خواهر ببرک را نکاح کرده آورد. دیگر کسی گوشتی او را ندید. دیگر کسی او را پهلوان نمی نامید. بعد آنها پسردار شدند و نامش را شیر ماندند. ها همین شیره که خال امروزه که از تاریکی اینقدر می ترسد و به حاجتخانه شبانه همراه زنش می رود پسری همان خال دیوزور است. از گردشت گردم فلک. فرشتما. قصه عشق فرشتما یکی از قصه های مرغوب ترین و پرشورترین بابای بهرام می باشد و عجیب است که وی این قصه را هر که بخواهد در کجای بخواهد حکایت نمی کند. اگر شما اتفاقا مهمان سرمدهیان گردید خواهش شنیدن این قصه را داشته باشید. مهمانی بابای بهرام شوید و زینهار تا فرا رسیدن شب از این باره سخن ناغازید. شکیبا باشید، تحمل کنید. شامگاهان که صاحب خانه پلاس روی بام گسترده شما را آب و ضیافت داده دسترخوان را غون داشت سپس چای کبودی خوشبوی می آرد. سرمدهیان از نباتات شفایی چای کردن را خوش دارند. آنگاه می توانید به هیچ خوف از سرگذشت فرشتما جویا شوید. صاحب خانه به فرجه یک پیاله چای را به نزد شما پیاله دیگر را به نزد خود می گذارد. پس آن کلاهش را از سر گرفته پهلوی پیاله می گذارد. بعد برای کرپچه کج پهلو زده به بالشای پختگی تکیه آورده از شما نیز عیناً همین چیز را خواهش می کند. سپس به قصه گویی می پردازد. تصور بکن که همین طور روی بام نشسته و به آسمان ستاره زار می نگری.
بناگه ستاره کنده می شود، نصف آسمان را روشن کرده غیب می زند. فرشته ماه نیز همین طور چون یک ستاره شعشعه پاشی کرد و ناپدید گشت. آیا ناپدید گشت؟ نه، هنوز هم از نور او افکنده آسمان سرمده روشن است. باور نمی کنی؟ اختیارت. اما اگر سنجیدن بخواهی، در تیر شب یا شامی دیجور یک به آسمان ده ما نظری بیافکن. هرچند آسمان تیره باشد، ابرهای سیاه چادر کشیده باشند، تارهای زرین و نورپاش را تفریقه خواهی کرد. این تارهای زرین نوری حسنی فرشته ماه است که نصیبی کسی نگشت. با گناه ما نصیبی باد و باران گشت. میدانی بعضی دخترها در خردی نظرنما نیستند. با چنین دخترها نگریسته هیچ گفته نمیتوانه که بعد چند به بلاغت رسیده آنها به حسن افسونگر به جلوه می آیند. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمده نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. پایان گفتار نهم. شاد و موفق باشید.